Acceptance. سلام به همگی، من مهدی هستم. شما در حال تماشای راهنمای عملی تست نفوذ پیشرفته هستید. خب بریم سراغ دوره. با وایرشاک شروع می‌کنیم. همونطور که می‌دونید یک نرم افزار تحلیل شبکه است و حالا همین ابزار و هم ده ها ابزار دیگه‌ای که وجود دارن میان از یه سری کتابخونه‌های پایه‌ای کپچر شبکه در واقع استفاده می‌کنن. مهمتریناش یکی لایو پی سی ای پی که مختص لینوکس و بعدی وین پی سی ای پی و ام پی سی ای پی که برای ویندوز هستش. به طور خلاصه بخوام بگم اینه که این کتابخونه‌ها به برنامه‌ها اجازه میدن که مستقیم بیاد اون پکت‌های رد و بدل شده روی کارت شبکه رو بخونه. یعنی به جای اینکه فقط مرورگرها بتونن این کارو انجام بدن، ابزاری مثل وایرشاک و بقیه هم میتونن همون پکت‌ها رو دریافت و تحلیل کنن. اما بریم سراغ خود وایرشاک. وایرشاک سه تا نکته بخوایم در موردش بگیم اینه که دو تا کپچر اصلی داره. یه دونه اون کپچری که ما در واقع قبل از اینکه ضبط رو اعمال کنیم و بخوایم پکت ها رو در واقع کپچر کنیم خودمون اعمال میکنیم. مثلا من میگم که میخوام پورت 80 فقط کپچر بشه، اینو فیلتر میکنم و همون در واقع برای من اعمال میشه. اما یه زمانی هست نه، کل ترافیک شبکه میاد برای من ضبط میشه و من موقعی که میخوام تحلیل کنم و ببینم میام اون فیلتر رو اعمال میکنم. میگم مثلا فقط بیا ترافیک هایی که مربوط به پروتکل HTTP هست رو به من نشون بده و همون رو به من نشون داده میشه. و مورد آخرم فالو TCP استریم هستش که یکی از کاربردترین قابلیت‌های وایرشاک همین گزینه است. فرض کنید که 100 تا بسته 1000 تا بسته مربوط به مکالمه بین کلاینت و سرور وجود داره. حالا این بسته ها خیلی پخشن، پراکندن، شلوغن و خوندنشون اصلا سخته. حالا ما میتونیم با استفاده از این گزینه یک کاری انجام بدیم که وایرشاک بیاد این بسته‌های حالا TCP رو جمع کنه و به صورت یک مکالمه یک پارچه و قابل خوندن به ما نشون بده. و چیزهایی که حالا تو این مورد میتونه به ما نشون بده اینه که اگه اون ترافیک ما رمزگذاری نشده باشه، ما میتونیم محتوای ارسال شده توسط کاربر، کوکی ها و حالا درخواست HTTP رو بخونیم که برای تحلیل حملات و کشف باگ و تحلیل ترافیک بدافزار و موارد این چنین میتونه مفید و کاربردی بشه. حالا اگه من میخوام وایرشاک رو باز کنم، یه صفحه همچین شکلی داره. من از اینجا اگه کپچر رو انتخاب کنم میتونم برم تو بخش کپچر فیلتر. یه سری فیلترها اینجا خودش داره. میتونم مثلا فیلتر اضافه کنم، اسم بذارم براش و در نهایت حالا میتونم یک فیلتری رو مثلا براش بذارم. مثلا میتونیم اینجا پورت رنج بذاریم که آقا از پورت مثلا انقدر تا انقدر رو برای من مثلا کپچر کن. اینو بذاریم مثلا بعد اپلای کنیم مثلا. حالا من اینو مثلا اینجا حذفش میکنم و در وهله بعدی ما مثلا میتونیم بریم یکی از این ترافیک هایی که مثلا اینجا وجود داره رو با هم بررسی کنیم. این گزینه رو بزنیم میره سراغ کپچر کردن اون ترافیک ها. حالا یکم باید منتظر بمونیم. خب میبینیم که اومده ترافیک هایی که اینجا وجود داره رو داره برای ما نشون میده و یه همچین صفحه‌ای داره. من از اینجا میتونم دیسپلی فیلتر رو انجام بدم. مثلا بزنم فقط مثلا TCP و میبینید که فقط TCP ها رو داره به من نشون میده، اونایی که از پروتکل TCP استفاده میکنن رو. و گزینه سومی که گفتیم TCP استریم، ما میخوایم در واقع کل مکالماتی که از اول تا آخر بین یک کلاینت و سرور انجام شده رو داشته باشیم. کلیک راست میکنیم و از اینجا از بخش فالو TCP استریم رو انتخاب میکنیم و میبینیم که تمام اینها رو حالا داره به ما نشون میده که میتونیم برای تحلیل ازشون به نوعی بعداً استفاده بکنیم. خب بریم سراغ ابزار بعدی. ابزار TCP دامپ هست. برخلاف وایرشاک که یه رابطه گرافیکی داشت، این ابزار کاملا روی خط فرمانه. حالا زمانهایی که ما نمیتونیم از وایرشاک استفاده کنیم، TCP دامپ یه ابزار خوبه که اون تحلیل و آنالیز شبکه رو بیاد برای ما انجام بده. بریم سراغ کامند اولش. کامند اول کامند رید هست. فرض کنید که مثلا من با وایرشاک اگه بخوام اینجا بهتون نشون بدم، اومدم یک سری ترافیک ها رو کپچر کردم. حالا اگه از اینجا سیو از رو بزنم، میتونم در واقع این ترافیک رو توی فایلی سیو کنم. با TCP دامپ میتونم این رو اجرا کنم. در واقع همین کامندی که اینجا میبینید برای همچین کاری طراحی شده. میاد یک فایلی رو میگیره و اون رو میخونه و اون ترافیک ها رو به ما نشون میده. اسم فایل ما تست 1 بود، پس اسم رو اینجا تغییر میدم و همونطور میبینید اومد این ترافیک ها رو برای من خوند و با جزئیات کاملش اومده داره به من نشون میده که در واقع سورس کجاست، مقصد کجاست، فلک ها چی هستن و حالا موارد این شکلی که داخل این فایل وجود داشته.
حالا یه زمانهایی من نیاز دارم که کل این اطلاعات رو نخونم، یه سری اطلاعات خاصی رو نیاز دارم. تو پاور اگه نگاه کنیم ما میتونیم فیلترینگ انجام بدیم داخل TCP دام. مثلا از همین کامنت اولش اگه بخوایم شروع بکنیم، این کامنت به ما چی میگه؟ بیام اینجا پیست کنم، اسم فایلم هم تغییر بدم تا حالا اون توضیحات لازم رو بگم. داش ان داره به ما میگه که DNS ریزولو انجام نشه تا اون تحلیل نهایی، اون چیز نهایی که داره به ما میده خاناتر و بهتر بشه. پایپی که اینجا وجود داره خروجی رو داره میرزه تو دستور بعدی. حالا این دستور به ما چی میگه؟ این خطی که اینجا وجود داره میگه اون ستون سوم فقط برای ما چاپ بشه که معمولا همون آدرس آی پی ها هستن. سورت دشویی که وجود داره میگه که اون آی پی های تکراری، اون موارد تکراری هست بشن، و هد داره میگه که فقط اون 10 تای اول، 10 خط اول نشون داده بشه برای اینکه حالا ترتمیزتر و خاناتر بشه. اگه ببینیم اومده در واقع همه این موارد رو ما نشون داده. اون ستون سوم دقیقاً همون آی پی ها بودن. کاربردی که این دستور برای ما داره اینه که میتونیم به 10 تا آی پی مهمی که توی این ترافیک وجود دارن دسترسی پیدا بکنیم. یک سری فیلترینگ های دیگه هم هست، مثلا فیلترینگ کردن برای سورس. ما اگه فقط بخوایم پکت هایی رو که توی سورسی به این آی پی وجود دارن رو بررسی کنیم، از این دستور استفاده میکنیم. برای در واقع مقصد میتونیم از این دستور استفاده کنیم. به جای SRC DSC قرار میگیره که همون مخفف دستینیشنه. برای پورت هم میتونیم در واقع فیلترینگ انجام بدیم. میبینید که اگه پورت رو 81 بذاریم فقط پکت هایی که پورتشون 81 هست رو به ما نمایش میده. ما حتی میتونیم پکت ها رو به هگز مشاهده کنیم. اگه دوباره برگردیم اینجا، من این موارد رو بنویسم و اسم فایل رو تغییر بدم، میبینیم که همه اون پکت هایی که وجود داشت رو داره به هگز به ما نشون میده که بخش سمت راستش هم به اسکی نوشته شده. ما وقتی زمانی که دنبال اطلاعات حساسی مثل پسورد و کوکی و سیشن توکن و این موارد باشیم، اگه اون ارتباط رمز نشده باشه، تو این بخش اسکی اون موارد کاملا قابل مشاهده میشن. حالا میخوایم با TCP دامپ یک سری فیلترینگ ادوانس‌تر و پیشرفته‌تر انجام بدیم. هدف ما تو این بخش اینه که دو تا فلگ مهم TCP توی کپچرینگ ما فعال باشن، یعنی فلگ پوش و فلگ اکنالجمنت. چرا این دوتا فلگ؟ چون معمولا شامل اون داده های واقعی و حساسی میشن که برای تحلیل ما میتونه مورد نیاز باشه. ولی قبلش بیایم اینو بگیم که ساختار هدر TCP اینطوریه که فلگ ها داخل بایت 14 قرار دارن، ولی چون از دید TCP دامپ شمارش از 0 شروع میشه همون بخش 13 هم تو بایت 13 هم. فلگ ها هم دارید اینجا مشاهده میکنید که و دسیمالش زیر اینها نوشته شده. ما گفتیم که به A و P نیاز داریم. اگه بیایم 8 و 16 که مربوط به همین A و P هستن رو با هم جمع کنیم عدد 24 میرسیم و عبارتی که برای ما تشکیل میشه اینه: TCP براکت 13 مساوی 24. در واقع کل این کامند و حالا این بخش داره به ما اینو میگه که برو توی هدرهای TCP از بایت 13 هم اون فلگ هایی که در واقع مجموعشون شده 24 رو برای من نمایش بده، که داش A هم اینجا به معنی اینه که به صورت اسکی این نمایش صورت بگیره که همون فلگ های اکنالجمنت و پوش میشه. حالا میخوام اینو داخل ترمینال اجرا کنم. به صورت اسکی اومده اون شرط های من رو لحاظ کرده و این موارد رو به من نشون داده. تا اینجا کار ما بیشتر با فایل های PCAP کار کردیم، ولی خب حالا میخوایم به صورت لایو کپچر در واقع کار رو جلو ببریم و به صورت زنده اینترفیس شبکه رو شنود کنیم. اول این کامندی که اینجا وجود داره TCP دام ETH0 هست. این کامند به ما کمک میکنه که بتونیم در لحظه ترافیک شبکه خودمون رو بررسی کنیم، که این ETH0 هم همون اسم کارت شبکه‌ای هست که ما داریم ازش استفاده میکنیم. اگه من این رو بیام اینجا وارد کنم، خب با سودو اینو اجرا کنیم. برای اینکه یکم ترافیک شبکه رو الکی مثلا شروع کنیم میتونیم از دستور پینگ استفاده کنیم. خب پروتکل ICMP که مربوط به همون پینگ هست رو داریم میبینیم که اون کارهایی که ما انجام دادیم، یعنی پینگی که ما انجام دادیم رو داره کپچر میکنه. زمان رو اینجا میبینید و از IP ها سورس و دستینیشن هم اینجا نمایش داده میشه. بریم سراغ کامند بعدی. کامند بعدی با استفاده از ابزار ARP اسکن انجام میشه. ما از این کامند چه زمانی استفاده میکنیم؟ یکی از ساده ترین و سریع ترین راه ها برای اینکه اون دستگاه های فعال داخل شبکه محلی خودمون رو پیدا کنیم استفاده از ARP. ARP همونطور که میدونید یه پروتکل لایه 2 و کاری که انجام میده اینه که میاد یک پیامی در واقع به همه میفرسته و میگه که این آی پی که میخوام باهاش حرف بزنم مکادسش چیه. هر دستگاهی که داخل شبکه فعال باشه جواب رو برمیگردونه. خب بریم سراغ نتکت.
پورت اسکن کردن با نتکت. یکی از ساده ترین کارهایی که برای تست میشه انجام داد اینه که چک کنیم کدوم پورت ها بازه. کامنت اول و حالا کامنت بعدی هم که اینجا دارید میبینید خیلی هم حالا فرقی با هم دیگه ندارن. بخشش حالا اگه بخوایم شرح بدیم انسی اینجا به نتکت اشاره داره. دشن همون بحث اینه که DNS ریزولو انجام نشه و دشوی وربوسه، یعنی اینکه به صورت کاملتر خروجی به ما نمایش داده بشه. W1 یک تایم اوت یک ثانیه‌ای ایجاد میکنه و دش زد یعنی فقط میگه چک کن که پورت باز هست یا نه، هیچ داده ای رو ارسال نکن. و اینجا هم خب $IP قرار میگیره و اینجا هم بازیه که اون پورت ها در واقع قرار داره. اگه من کپی کنم و بخوام بیام داخل اینجا اسکن کنم، حالا یک IP رو اینجا مثلا باید بذارم، مثلا IP لوکال هاست خودم رو بذارم و می‌بینید که پورت اسکن رو انجام داد. خب بازه کلا 3 تا IP رو داشت، این 3 تا بازه رو چک کرد و دید که مثلا هیچ پورتی باز نیست. حالا این صرفا تست بود، میشه به صورت واقعی گرایانه تر در واقع تست رو انجام داد. کامند بعدیش هم به همین صورته. باز اینجا دارید می‌بینید که اون دش زده قرار داره، به این معنی که فقط چک کن پورت باز یا نه، داده ارسال نکن. و IP رو قرار داده و رنج IP که میگه از 1 تا 65000 رو در واقع پورت اسکن انجام بده و نتیجه این پورت اسکن رو داخل یک خروجی به اسم file.txt ذخیره کن. خب من اومدم این کامند رو اجرا کردم و گفتم مثلا این IP رو از پورت 1 تا 11000 رو مثلا انجام بده و بعد بیا نتیجه رو اینجا نمایش بده و این نتیجه کاری که میبینید انجام شده. خب ابزار دیگه که وجود داره نت دیسکاور هست که تقریبا شبیه آرپ اسکن عمل میکنه، یعنی میاد یک با استفاده از پروتکل آرپ به همه دستگاه ها یک پیامی در واقع یک پکتی ارسال میکنه تا ببینه که کدوم دستگاه ها فعال هستند و پاسخ رو برمیگردونن. با استفاده از همین کامند نت دیسکاور میتونیم همین کار رو انجام بدیم و اگه بخوایم یک رنجی تعیین کنیم میتونیم از دش آر استفاده کنیم و IP مورد نظر خودمون /24 که همون CID آرش میشه رو قرار بدیم. اما در قسمت آخر میرسیم به مپینگ شبکه، یعنی از یه سری ابزارها استفاده کنیم تا ببینیم کدوم IP ها وجود دارن، کدوم دستگاه ها فعال هستن، آدرس گیتوی یا روتری که در شبکه وجود داره کدوم هستش. یک سری ابزار وجود داره، مهمترین و معروف ترینش همونطور که میدونید nmap هست. میتونیم از این کامند nmap استفاده کنیم. این کامند اگه بخوام با جزئیاتش رو شرح بدم، -snش داره میگه که پورت اسکن انجام نده، صرفا چک کن که ببین کدوم دستگاهی وجود داره یا نه. -v یک هم جزئیات کاملتری رو در پاسخ نهایی به ما برمیگردونه. -pe در واقع میگه که از پروتکل ICMP یعنی پینگ بیاد استفاده کنه و IP که اینجا وجود داره 192 168 و این ستاره که اینجا میبینید و 1. پاسخ نهایی که این کامند به ما میده اینه که میگرده دنبال الگوها، یعنی مثلا 192 168 01 11 21 31 و به این ترتیب. من یک نسخه ای از nmap رو حالت گرافیکیش رو تو در واقع ویندوز خودم نصب دارم و میبینید که طبق همین الگو شروع میکنه به اسکن کردن و میگه که کدوما وجود دارن و کدوما وجود ندارن. مثلا میبینید که اینا که هاستشون دانه وجود نداره و اینی که نوشته هاستیز آب مربوط به 51 هست و ببینیم که بازم چیز دیگه اینجا پیدا میکنیم که آب باشه یا نه. میبینید آره 41 51 61 اینا همه در شبکه وجود دارن. پس میبینید که این کامند مثلا به ما کمک کرد تا بفهمیم چه IP هایی حالا تو شبکه ما وجود دارن. یک ریکان اولیه داخلی برای شناسایی بهتر نقاط شبکه خودمون. برای مپینگ میتونیم از نت دیسکاور هم استفاده کنیم. طبق همین کامندی که اینجا دارید میبینید مشخص کردیم که داریم از کدوم کارت شبکه استفاده میکنیم. با دش آر اومدیم رنج رو مشخص کردیم که با این IP و با CID آره 24 که اینجا وجود داره تو بیا در واقع ریکوست آرپ بفرست، پکت آرپ ارسال کن و -20 داره تاکید میکنه که 20 بار این پکت رو، این ریکوست رو ارسال کن برای اطمینان از پاسخی که داری دریافت میکنه و در نهایت میاد اون دستگاه‌های فعال شبکه IP هاشون چون داره آرپ ارسال میشه مک آدرس رو هم به ما
نشون میده. خب این بود از مقدمات کلی شبکه برای بحث راهنمای عملی تست نفوذ پیشرفته. منتظر قسمت‌های بعدی این آموزش هم باشید.